با گذشت بیشتر از 10 ساعت از شروع سوختار در یکی از کلانترین کارخانه‌های پخت تازه‌کنی در شمال تاجیکستان هنوز هم دود آن به هوا می‌پیچد. به قول شاهدان سوختار در کارخانه مظفر کمپانی ناحیه مسجد نو تقریبا ساعت 3 شب گذشته سر زده و سبب‌های سر زدن آتش سوزی هنوز معلوم نیست. به قول منابع این کارخانه به صاحبکار محلی سلیم میرزایف تعلق داشته است. یک مسئول در حکومت محلی که در جای حادثه قرار دارد به رادیو آزادی گفت حجم پخته به کام آتش رفته در جمعیت دارای مسئولیتش محدود مظفر کمپانی بیش از 1000 تانه بوده است. یک منبع از اداره خدمات آتش نشانی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت حدود 20 نقلیات آتش نشانی را به جای حادثه سفربر کرده. حدود سوختار تخمینا 400 متر مربع است. وقتی به محل حادثه آمدیم ساکنان، دهقانان و مالکان کارخانه نیز برای کمتر شدن تلفات سوختار دست به کار بودند. ولی چندی از آنها که خود را مالک این کارخانه و دهقان معرفی کردند به کار خبرنگاری ما مانع شدند. ما خواستیم عامل‌های سوختار، حجم خسارات و چگونه جبران گردیدن زیان را از مسئولین بپرسیم، ولی آنها برای گرفتن معلومات خلل رساندند. شما کارخونه ما بیرون برو من برو شما صاحب همین جا خیلی بسیار خوب. همیشه فکر کردید چقدر ذخیره داشته؟ هیچ ذخیره نیست یگام چیز نیست برو نه خیلی گوش کن. سوختار خاموش کنک وظیفه خودش میکنه. طبیب وظیفه خودش. ما ژورنالیستیم برای انعکاس کردن اومدیم. حق چه تیجا پرابلم نکنم ما من چی پرابلم؟ من امکان خبر رسونده سودا. خبر رسونده زیر فجر چی خبر رسونده ما اینجا به؟ تمام کنم با من کار انعکاس خودم کرده سودا. هیچی چقدر سوخته است همین؟ هیچی نیست اینه منایا خوجگی منایا خوجگی منایا تمام هیچی نیست ضرر است چیکار میکنه؟ برا بچه حالا در تاجیکستان موسم حاصلخونداری پخته تقریبا به آخر میرسد و دهقانانی که اینجا زحمت یک ساله اشان را جمع آوری کرده بودند قسمت اساسی آن را آتش برباد داد. به ما معلوم نیست که دهقانان مبلغ آن را گرفتند یا نه و هم زیان صاحبکار را کی میپردازد. همچنان سوال باقی میماند. ما کوشش میکنیم که تقدیر آینده این خسارات را پیگیری کنیم و عامل‌های به چنین حال رسیدن را معلوم نماییم. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.